سلام دوستای عزیز، خوش اومدید به خونه ما. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. امروز قراره به همراه بچه ها کیک درست کنیم. برنامه ما رو بیننده باشید، ما رو حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت های قشنگ برام بذارید. بریم که خب میخوای چیکار کنی امروز؟ آفرین. خب کیکمون چی چیزایی نیاز داره؟ آفرین. آرد دو تا لیوان. خب دیگه شکر 1 لیوان، روغن نصف لیوان، آب 1 لیوان، وانیل 1 قاشق، گلاب نصف 1 پیمانه کوچیک، 3 تا چند تا؟ 3 تا تخم مرغ. خب پودر هل، بیکینگ پودر 2 قاشق مرباخوری، پودر هل 1 قاشق مرباخوری، وانیل 1 قاشق مرباخوری، کنجد برای تزیین و اینا موادیه که باش میخوایم امروز کیک درست کنیم. کاپ کیک بگو چی؟ کاپ کیک مشتی. یه بار دیگه بگو. ازش لذت ببرید. آفرین. آردو علک کنی. نصف رو بریز. آره نصف اول بریز، علک کن. آفرین. علک کن. آره بیز تو آب. آفرین. خب حالا علک کن. باشد خودش اینجا بود باید تو نکردن و بعدش اکل یواش بکسی موی دو خونده نیاز داره. چند تا؟ 3 تا. خب اون رو بریزیم توی ظرف. بریز همش رو. آفرین. بابا دست نزن. الان چیکار میخوای بکنی؟ الان شکر اضافه میکنی. آفرین. خب پودر هل هم 1 قاشق چایخوری داریم میریزی. خب بریز. آفرین. آره بعدش وانیل میریزی. آفرین. بعدش روغن. آره بریز دیگه. نمیخواد هی سلام بگی مامان. الان بعدش روغن بریز. آره همش نریز. خب اینجا ما همه موادمون رو کامل مخلوط کردیم و بعد از اون 1 لیوان آب یا شیر اگر داشتیم به موادمون اضافه میکنیم و بعد از اون مواد خشکمون رو اضافه میکنیم. الان آردو کم کم به مخلوطمون اضافه میکنیم. آردو بیکینگ پودر. خب بریز. الان نوبت بارانه. با اکو. اوه خب باش. آفرین. اب نداره مامان تا بیزا یاد بگیره. پا کسی کده. اب نداره. اوه مامان دیگه. بله. آفرین تموم شد دیگه. بعدش هم بزنیم. دوستای عزیز ما آرد رو اضافه کردیم، مخلوط کردیم و فرم از قبل روشن میکنیم تا
داغ بشد. بذارید. آتیش میشه با آتیش بدیم. آتیش میشه بدیم. بابا خو انجام میده. یکی هم بده باران بذاره، یکی هم بده باران بذاره. آتیش بدیم. آفرین. آتیش بدیم. یکی ساعت. خب دوستای عزیز، ما مواد کیکمون رو داخل یه پارچه کوچیک ریختیم تا راحت تر توی قالبا ریخته بشه و تا 2 قسمت این کپسولا رو مایه کیک میریزیم و یه قسمتش رو خالی میذاریم. بعدش هم روش رو کنجد میریزیم. آره یکم بیشتر تر بریز. آره. مواد کیکمون رو داخل قالبا ریختیم. الان روش رو برای تزیین کنجد میپاشیم که امیر عباس این کار رو انجام میده. آره عالیه. آره زیاد نریز. ما کیک رو داخل من توستر دارم، دماشم هر فری متغیره. بعد صبر میکنیم تا کیک ها پخته بشن و طلایی. عزیز، ما یه مقدار از اون مواد کیکمون رو توی ظرف دیگه میریزیم و یک مقدار کمی پودر کاکائو بهش اضافه میکنیم برای اینکه اگه بخوایم مثلا 2 رنگ درست کنیم، چون پسرم خیلی علاقه به کاکائو داره، من یه مقداری کمی رو کاکائویی میکنم تا به این صورت طلایی شدن و من از فر آوردم و سری بعدی رو میخوام بریزم توی قالبا. مواد کیکمون رو داخل قالبا ریختیم و میایم از این مواد کاکائوییمون داخل این میریزیم. چه اینجوریست؟ تا 2 رنگ بشه. وقتی که این کاکائو ریختیم با سیخ چوبی کم اینجوری باش بازی میکنیم تا بازی؟ بیا اینم بقیش رو امیر عباس. الان روی اینا رو یه مقدار کمی کنجد میپاشیم. آره. باران نه. خوب شد؟ آره خوبه. خب دوستای عزیز، این سری دوم کیکم آماده شد. کیک 2 رنگمون. بریم که با بچه ها نوش جان کنیم. کیک ما آماده شد، گرم و تازه. با بچه ها تصمیم گرفتیم که با یه شربت خنک این کیک رو بخوریم. این هم شربت مامان داغ تازه است، فر آوردم بیرون. اینا خنکه. اینا آره. کاکائو نداریم، پس یه دقیقه صبر کن خنک شه بخور. تا اون موقع شربت خو هم بزن بخور. اینم شربت مقوی اعصابه که از عصاره گل محمدی و شکر درست شده. اینو چند تون ولاگ قبلی که گذاشتم، سفر به نیاسر، از اونجا تهیه کردم. خوش باران کیک خوشمزه است. خوشمزه است. خب چی باید بگی؟ یواشتر بخور مامان. امیر عباس کیک چطور شده؟ چی؟ خوشمزه شده؟ دوست داری؟ چون خودت درست کردی مامان. کیک خوشمزه شده.